همه، خوش اومدیم به اولین ویدیوی کانالمون. من آرمان و من فاطمه و قرار اینجا با هم درباره موضوعات جذاب و بروز صحبت کنیم. یه جورای دیالوگ علمی و صمیمی و عاشقانه و عشق‌الانه و درست مثل گپای دوستانه. دقیقاً موضوعاتی که انتخاب میکنیم همونایی هستش که ذهن خیلی‌ها رو مشغول کرده، مثل علم، تکنولوژی یا حتی مسائل روزمره که یه پیچ علمی دارن. Boundless knowledge. موضوع امروز هوش مصنوعیه و آینده شغلاست. آرمان جان، این یکی دیگه حسابی داغه، نه؟ خیلی. یعنی اگه بخوایم درباره آینده حرف بزنیم بدون هوش مصنوعی اصلا نمیشه. حالا بیا شروع کنیم ببینیم چی میشه. خب آرمان جان، به نظرت چرا همه میگن هوش مصنوعی قرار کار ما رو بگیره؟ واقعا اینقدر ترسناک باید باشه؟ خب اول از همه بگم که هوش مصنوعی شغل‌ها رو نمیگیره، شغل‌ها رو تغییر میده عزیزم. مثلا اگه تو 100 سال پیش میگفتی که یک نفر شغلش اینه که با لپتاپ کار کنه، همه فکر میکردن شوخی میکنی. آره، اون موقع فقط کشاورزی صنایع دستی میشناختن، ولی الان چی؟ یعنی همه شغل‌ها عوض میشن؟ آره دقیقاً. مثلا کارهایی که تکراری یا روتین هستن مثل ورود داده یا حتی کارگری توی خط تولید خیلی زودتر از بقیه تحت تاثیر قرار میگیرن، چون هوش مصنوعی توی این چیزا سریعتر و دقیق‌تره. خب پس آدمایی که این شغلا رو دارن چیکار باید بکنن؟ اینجا نکته مهمی عزیزم. به جای نگرانی یا جوش زدن باید رو مهارت‌های جدید سرمایه گذاری کنیم، مثل مهارت‌های خلاقانه، ارتباطی یا حتی کار با همین هوش مصنوعی. توی یه مقاله خوندم که مشاغل ترکیبی مثل طراح هوش مصنوعی یا روانشناس ربات‌ها دارن کم کم زیاد میشه. چی؟ روانشناس ربات‌ها؟ این دیگه چیه؟ دقیقاً چیزی که به نظر میرسه وقتی هوش مصنوعی مثل چت‌بات‌ها یا دستیارهای مجازی طراحی میشن، باید رفتارشون هم متناسب باشه. یه روانشناس میتونه کمک کنه که این ربات‌ها بهتر و انسانی‌تر رفتار کنن. خیلی جالبه. پس از اون طرف هوش مصنوعی شغلای جدید هم ایجاد میکنه؟ 100%. اگه دقت کنی هر تکنولوژی جدیدی همین کار رو کرده. مثلا وقتی اینترنت اومد یه عده میگفتن دیگه روزنامه‌نگاری تموم، ولی چی شد؟ شغل‌های مثل تولید محتوا، طراحی وب یا حتی اینفلوئنسر شدن اومد. ولی یه سوال، به نظرت شغلایی هستش که هیچ وقت هوش مصنوعی نتونه جایگزینشون بشه؟ آره عزیزم، اتفاقا این یه بحث داغه. شغل‌هایی که خلاقیت یا احساس انسانی میخوان مثل هنر، مشاوره، آموزش یا حتی مدیریت تیم‌ها خیلی سخت میتونن جایگزین بشن، چون هوش مصنوعی هر چقدر هم باهوش باشه نمیتونه انسان بودن رو تقلید کنه. دقیقاً. یه ربات نمیتونه مثل یه معلم مهربون یا یه مشاور دلسوز باشه، ولی خب فکر کنم یکم ازش بترسیم طبیعی باشه، نه؟ آره، همیشه عزیزم باید از ناشناخته بترسیم، ولی یادمون نره هوش مصنوعی یه ابزار برای کمک به ماست، نه جایگزینمون. ما باید یاد بگیریم که چطوری ازش استفاده کنیم. قربونت بشم. خب حالا یه سوال سخت. تو آرمان از هوش مصنوعی توی کارت استفاده میکنی؟ قطعاً، بسیار. همین کانال رو ببین، اون کانال دیگر رو ببین، از ایده پردازیش که کار خودم بوده ولی برای ویدیوهاش Boundless knowledge. یا حتی برای جایی برای نوشتناش و حتی مدیریت زمان هوش مصنوعی بهمون کمک میکنه، ولی تصمیم گیری ها و خلاقیت هاش که اصل کارشه هنوز با خودمون. درست میگی، دقیقاً. پس به جای ترس باید به فکر یادگیری باشیم. آرمان، فکر کنم تو میخوای همه رو بفرستی کلاس هوش مصنوعی، نه؟ شاید، ولی به نظرم یه قدم ساده تر اینه که شروع کنن به استفاده از ابزارهای ساده مثل چت‌بات‌ها یا نرم افزارهای هوشمند.
کم کم خودشون میفهمن چطوری میتونن توی زندگیشون به کار بگیرنشون. عالیه. راستی یه چیز بامزه بگم. چند وقت پیش یه خبر خوندم که هوش مصنوعی توی طراحی لباسم داره دخالت میکنه. یعنی دیگه یه روز میرسه که ربات‌ها میگن برو تو اتاق ما برات استایل میچینیم. دقیقاً. فکر کن لباس پوشیدن هم بشه مثل سریال دیدن توی نتفلیکس. الگوریتم برات تصمیم بگیره. ولی جدا از شوخی این نشون میده که هوش مصنوعی توی همه جنبه‌های زندگی داره نفوذ میکنه عزیزم. آرمان جان، یه چیزی که منو کنجکاو میکنه اینه که تو خودت فکر میکنی آدمایی که به تکنولوژی دسترسی ندارن توی این تغییرات چیکار میکنن؟ سوال خیلی خوبیه. واقعیت اینه که شکاف دیجیتال یک معضل واقعیه. توی بعضی مناطق دنیا مردم حتی به اینترنت ساده دسترسی ندارن، چه برسه به هوش مصنوعی. برای همین هم کشورها باید برنامه‌هایی برای آموزش و زیرساخت‌ها داشته باشن تا همه بتونن از این فرصت‌ها استفاده کنن. خیلی موافقم. ولی میدونی گاهی حس میکنم خودمونم باید مسئولیت پذیر باشیم. مثلا همین که بریم و یاد بگیریم یا حتی به بقیه آموزش بدیم میتونه خیلی تأثیر داشته باشه. عزیز دلم، و اینجاست که نقش جوامع و آموزش خیلی مهم میشه. حتی همین ویدیوهای ما میتونه یه جرقه باشه برای آدمایی که دنبال یادگیری هستن. شاید الهام بخش باشه براشون. چه دلگرم کننده حرف زدی عزیزم. حالا یه سوال دیگه. اگه یه روز ربات‌ها بتونن مثل انسان‌ها احساسات داشته باشن چی؟ اون موقع دیگه چی میشه؟ اوه عشقم، این یه بحث فلسفی و علمی و عمیقه. به نظرم حتی اگه ربات‌ها بتونن تقلید کنن هنوز هم واقعی نیست، چون احساسات انسانی ریشه در تجربه‌ها، خاطرات و زیست ما داره، چیزی که ربات‌ها هیچ وقت تجربه نمی‌کنن. ولی شاید همین تقلیدم کافی باشه عزیزم. برای خیلی از کارها منظورمه. مثلا توی مراقبت از سالمندان یا کمک به افراد تنها. درست نمیگم؟ چرا؟ درسته. و اینجاست که باز بحث اخلاقی پیش میاد. آیا ما حق داریم جای انسان‌ها از ربات‌ها استفاده کنیم؟ یا اینکه باید مرزهایی براشون تعریف کنیم؟ مرزها به نظر من خیلی مهمه. چون اگه کنترلی نباشه شاید روزی بشه که دیگه نتونیم فرق بین انسان و ربات رو تشخیص بدیم. درسته؟ باید موافقم. دقیقاً. و این هم یه دلیل دیگه است برای اینکه ما به جای فرار یاد بگیریم چطور این تکنولوژی رو مدیریت کنیم. هرچی بیشتر بدونیم بهتر میتونیم تصمیم بگیریم. خب فکر کنم دیگه واقعا باید تمومش کنیم، وگرنه این بس هیچ وقت تموم نمیشه. آره، ولی امیدوارم برای بیننده ها هم به اندازه ما جذاب بوده باشه. خب حالا یه سوال آخرم دارم. به نظر این تغییرات باعث میشه ما تنبلتر بشیم یا باهوشتر؟ بستگی به خودمون داره عزیزم. اگه فقط مصرف کننده باشیم شاید تنبلتر هم بشیم، ولی اگه یاد بگیریم چطور از این تکنولوژی استفاده کنیم قطعاً باهوشتر و خلاقتر میشیم. خلاصه هوش مصنوعی مثل یه شمشیر دولبه است عزیزه دارم. عالی گفتی. و فکر کنم دیگه باید جمع‌بندی کنیم. دقیقاً. دوستان، هوش مصنوعی آینده رو میسازه، ولی این ما هستیم که انتخاب میکنیم چطور ازش استفاده کنیم. باهوشتر باشیم یا تنبلتر. بیایم از این فرصت برای رشد و پیشرفت استفاده کنیم. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودین. اگه خوشتون اومده حتما لایک کنین، نظرتون رو برامون بنویسین و کانالمون رو سابسکرایب کنین. و حتما موضوعات پیشنهادیتون برای ویدیو بعدی رو بگید. تا ویدیو بعدی، بدرود.